همسر آینده با خودم فکر میکنم که مثال زمان حاضره مثال میبردارد که همسر آینده همه طرفه خواندگی باشد اصلا و همین کارهای خواجگی هم تاند، کارهای خانه همش چیز کرده تاند و من فکر میکنم که دو طرفه همفهمانی شود و خدمت پدر و مادر عمیقه تامد برای ما بس عمیقه. وقتی که ما اگر همسر رو انتخاب کنیم پیش از همه باید همه طرفه آن را آموزیم، یعنی از جهت دانش، از جهت ملکه، از جهت مهارت و پیش از همه وقتی که اگر ما هم دختر رو همچون به همسری قبول میکنیم که به خانه پدر و مادر کلی میبریم، یعنی باید همه طرفه آماده باشن، یعنی آماده بودن آن از طرفی که هم از جهت خانواده یعنی خانه رو تامین کرده توانند و هم از جهت یعنی تربیت نمودن نسل نورس را داشته باشد. وقتی که اگر شوهر معلومات عالی نداشته باشد یعنی آن نمیتواند که عائله را پیش برد، در برابر وقتی که اگر عائله را پیش بردن نتواند یعنی این پیش از همه علاقه در چی درک میده؟ از اون درک میده که باز زن یعنی کوشش مینماید که همان عائله رو که همون زیست و زندگانی خانواده رو یکی بهبودی نمودن خانواده رو پی هم میبره. همسر آینده من از نقطه نظر من باید مهربان، حلیم، غمگسار، مشفق و در عائله همه طرفه باشد. یعنی که هم از جهت اخلاقی هم از جهت استتیکی به خود اهمیت دهد و به پدر و مادرم خدمت نماید. از خلاصه به اهل عائله یعنی یک نظرانه باشد. اینچنین حرمت و عزت شوهر، قدر پدر و مادر، قدر خسر و خصومانی خود را به جا بیارد و همیشه در زندگی مقام و مرتبه خود را داشته باشد. با من بهتر که اگر همسر خواندگی باشد، معلومات عالی داشته باشد تا در آینده نان خود را سایه باشد و فرزندان خود از یگان چی کم نباشند، با آنها یگان ذره هم نان یافته داده تماما. از نقطه جوانان اگر سخن کنیم، از نگاه جوانان من فکر میکنم حاضر جوانان ما بسیار پیشرفته هستند. البته بیشتر باید با انتخاب کسب شغل دوست داشته او، جهانبینی او، معرفت او، مدنیت سخنگویی او، فرهنگی تصورات فرهنگی زندگی را با کدام نگاه و با کدام معنی میبیند. یعنی فرهنگ گفته من تمامی ساحه ها، یعنی حیات عائله داری، فرهنگ لباس پوشی، فرهنگ نطقگویی، فرهنگ مناسبت یکدیگر و غیره ها در نظر دارم که اساساً تاجیکان ما که در وقتی که به دنیا می آیند هر یک تاجیک ما در خانه خود کتابخانه دارد و از فرهنگ بوی غنی تاریخی خود آگاه است. من فکر میکنم جوانان ما حالا خیلی در این ساحه پیشرفته می باشد و من شخصا به دخترها که خود زن هستم میخواهم توجه دختران را به آن جلب کنم که آنها سراسیمه نشده همسر خود را در تمام جنبه ها، هم از مهارت کسبی، هم از جهانبینی، هم از هنر پیشه کردن جوانان، هم دانش اندوزی آنها، با توقع و با صبر و با تمکینی آنها به همه این جنبه ها که در آینده آنها زندگی یک جوره رو پیشه میکنن دقت دهند، سراسیمه نشوند برای انتخاب همسر خود